کبد ما نقش مهمی در سلامتی کلی ما داره. کبد به عنوان فیلتر بدن عمل میکنه. مواد مغذی رو پردازش میکنه، سموم رو خنثی میکنه و به هضم غذا کمک میکنه. با توجه به اینکه در سراسر جهان حدود 2 میلیارد نفر از بیماری کبد چرب رنج میبرند، نشون میده که سلامت کبد به یک نگرانی جهانی تبدیل شده. انتخاب غذاهای نامناسب از جمله عوامل اصلی ایجاد این بیماری همه‌گیر هست که خوشبختانه تصمیم گیری آگاهانه در مورد میان وعده‌ها میتونه تا حدود زیادی به بهبود عملکرد کبد کمک کنه. در این ویدئو 4 میان وعده ساده و البته مغذی رو که سلامت کبد رو بالا میبرن رو با هم بررسی میکنیم. پس تا آخر این ویدئو با ما باشید. این توصیه ها مستقیما از عادات هفتگی یک متخصص کبد گرفته شدن و نه تنها مؤثر هستند، بلکه به راحتی میتونید در برنامه روزانه خودتون قرار بدید. بیماری کبد چرب زمانی رخ میده که چربی اضافه در کبد تجمع پیدا میکنه. بیماری کبد چرب غیر الکلی شایع ترین بیماری دنیاست و اغلب با الگوهای غذایی سرشار از قند، چربی اشباع و کربوهیدرات‌های تصفیه شده ارتباط داره و در صورت عدم کنترل میتونه به شرایط جدی‌تری مثل سیروز یا سرطان کبد تبدیل بشه. کبد دائما برای پردازش هر چیزی که میخوریم و مینوشیم کار میکنه. غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی‌های شیرین و چربی‌های ناسالم میتونه ظرفیت اون رو تحت شعاع قرار بده. در مقابل، یک رژیم غذایی غنی از آنتی اکسیدان‌ها، چربی‌های سالم و فیبر نه تنها فشار بر کبد رو کاهش میده، بلکه میتونه به ترمیم آسیب‌ها هم کمک کنه. یک میان وعده میتونه هم یک دام و هم یک حرکت قدرتمند در مسیر سلامت شما باشه. جایگزینی کالری‌های خالی با میان وعده‌های غنی از مواد مغذی و حامی کبد یک تغییر ساده با اثرات عمیقه. 4 میان وعده دوستدار کبد. 1. خرما و گردو. خرما و قدرت آنتی اکسیدان‌ها. خرما چیزی بیش از یک خوراکی شیرین طبیعیه. خرما سرشار از آنتی اکسیدان‌هایی که به مبارزه با استرس اکسیداتیو کبد کمک میکنه. استرس اکسیداتیو آسیب کبدی رو در بیماری کبد چرب تسریع میکنه. بنابراین تأمین آنتی اکسیدان‌های بیشتر برای کبد شما یک استراتژی خوب میتونه باشه. گردو یک امگا 3 برای محافظت از کبد. ترکیب خرما با گردو لایه دیگه‌ای از فواید رو به همراه داره. یکی از بهترین منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا 3 گردوه. این چربی‌های سالم به کاهش التهاب کمک میکنه و با سطوح پایین‌تر چربی کبد مرتبط هستند. این میان وعده ترکیبی قدرتمند از آنتی اکسیدان‌ها و چربی‌های سالم در هر لقمه ارائه میده. به راحتی خرمای بدون هسته رو با چند تکه گردو برای یک میان وعده دلچسب و انرژیزا جفت کنید. 2. آجیل مخلوط و شکلات تلخ. ویتامین ای و فلاوونوئیدها. آجیل مخلوط یک ویتامین ای فوق ستاره است. آجیل مخلوط مانند بادام هندی و فندق انواع ماده مغذی رو فراهم می‌کنند که مهمترین اون ویتامین ایه. ویتامین ای یک آنتی اکسیدان قویه که نقش اساسی در حفظ سلامت کبد رو ایفا میکنه. این ویتامین به محافظت از سلولهای کبد در برابر آسیب ناشی از سموم و التهاب کمک میکنه. شکلات تلخ. شکلات تلخ راهی شیرین برای حمایت از کبد. شکلات تلخ فقط هوس شیرینی شما رو برآورده نمیکنه، بلکه سرشار از ترکیبات گیاهی مفیدی به نام فلاوونوئیدهاست. تحقیقات نشان داده که فلاوونوئیدها با کاهش التهاب و بهبود جریان خون از سلامت کبد حمایت میکنن. ترکیب شکلات تلخ با آجیل مخلوط یک میان وعده نه تنها خوشمزه است، بلکه سرشار از مواد مغذی جدی هم هست. شکلات تلخ با کیفیت بالا ترجیحاً 70% کاکائو یا بیشتر رو انتخاب کنید و 1 یا 2 حبه کوچک با یک مشت آجیل مخلوط ترکیب کرده و میل کنید. 3. سیب
با عسل و دارچین، هماهنگی روده و کبد. سیب ابرمیوه برای اندامهای شما. سیب‌ها به دلیل داشتن فیبر و پلیفنول‌ها دارای ترکیباتی هستند که برای روده و کبد مفیدند. به همین دلیل ابرمیوه محسوب میشن. فیبر به کاهش کلسترول کمک میکنه و از هضم سالم پشتیبانی میکنه، در حالی که پلیفنول‌ها اثرات محافظتی بر سلول‌های کبد دارند. عسل ضد میکروب طبیعی. اضافه کردن کمی عسل به برش‌های سیب شیرینی طبیعی ایجاد میکنه و ترکیبات ضد میکروبی رو که از تعادل باکتری‌های روده پشتیبانی میکنن رو به بدن میرسونه. و از اونجایی که روده و کبد دائما در ارتباط هستند، این تعادل برای عملکرد کبد بسیار مهمه. دارچین. ادویه‌ها طعمی سالم به غذا میبخشند. کمی دارچین نه تنها طعم غذا رو بهتر میکنه، بلکه آنتی اکسیدان‌های بیشتری رو هم به اون اضافه میکنه و ممکنه به تنظیم قند خون هم کمک کنه و به مرور زمان فشار کمتری به کبد وارد میکنه. برای لذت بردن از این ترکیب، سیب رو برش بدین، یک قاشق عسل روی اون بریزین و کمی دارچین روی اون بپاشید. میان وعده‌ای میشه که هم بزرگسالان و هم کودکان عاشق اون میشن. 4. ماست یونانی با انواع توت‌ها. بمب پروبیوتیک و آنتی اکسیدان. ماست یونانی پروبیوتیک برای محور روده کبد. ماست یونانی به دلیل پروتئین بالا و محتوای پروبیوتیک خود معروفه. پروبیوتیک‌ها باکتری‌های زنده خوب هستند که به تعادل میکروبیوم روده کمک می‌کنند که به نوبه خود از طریق کاهش التهاب سلامت کبد رو پشتیبانی می‌کنند. انواع توت‌ها. تقویت کننده های آنتی اکسیدان. انواع توت‌ها مثل بلوبری، توت فرنگی و تمشک سرشار از آنتی اکسیدان هایی هستند که به محافظت از سلول های کبد در برابر آسیب کمک میکنه. همچنین فیبر تولید میکنن که به هضم غذا کمک میکنه و بار کبد رو کاهش میده. ترکیب ماست یونانی با انواع توت‌های تازه یا یخزده میان وعده‌ای سرشار از مواد مغذی ارائه میکنه. ماست یونانی رو در یک کاسه بریزید و روی اون رو با انواع توت‌های رنگارنگ تزیین کنید و برای طعم بیشتر کمی دانه کتان آسیاب شده یا کمی عسل روی اون بریزید. این ترکیبات میان وعده چیزی بیشتر از فواید کبد ارائه میدن. با انتخاب میان وعده‌های سرشار از آنتی اکسیدان، چربی‌های سالم، ویتامین‌ها و پروبیوتیک‌ها ابزارهای مورد نیاز بدن خود رو برای عملکرد بهینه کبد تأمین می‌کنید. ایجاد عادات مفید روزمره کلید اصلی راه شماست. این میان وعده‌ها به راحتی در برنامه هفتگی شما گنجونده میشه و میتونن جایگزین گزینه‌های ناسالم‌تر مثل چیپس، کوکی یا شکلات تخته‌ای بشن و با مرور زمان این انتخاب‌های غنی از مواد مغذی میتونه به محافظت از کبد شما در برابر آسیب‌های رژیم غذایی نامناسب و حمایت از سلامت کلی بدن شما کمک کنه. نکات تهیه میان وعده. کیسه‌هایی به اندازه میان وعده از آجیل، خرما و شکلات تلخ تهیه کنید تا در همه حال بتونین از اون استفاده کنید. ماست یونانی بدون شکر و تمر و آجیل و شکلات رو با حداقل فراوری انتخاب کنید. تنقلات خود را به آرامی میل کنید و به طعم‌ها و بافت‌ها توجه کنید. از میان وعده‌ها به عنوان فرصتی برای مکث و بررسی نشانه‌های گرسنگی و سیری بدن خود استفاده کنید. گنجاندن روزانه یک یا چند مورد از این میان وعده‌ها یا چند بار در هفته شروع بسیار خوبی میتونه برای شما باشه. نکته کلیدی اینه که منظم بودن و جایگزینی وعده‌های ناسالم با این میان وعده‌ها میتونه گزینه مناسبی برای کبد شما باشه. اگه به آجیل حساسیت دارید، اون رو با دانه‌هایی مثل تخم کدو تنبل یا آفتابگردان جایگزین کنید. در حالی که این میان وعده‌ها مزایای ملموسی دارند، سبک زندگی کلی هم دارای اهمیته. مراقبت از کبد نیازی به رژیم‌های غذایی پیچیده و مکمل‌های عجیب و غریب نداره. گاهی اوقات به سادگی انتخاب میان وعده‌های مناسبه. با ترکیب خرما با گردو، آجیل با شکلات تلخ، سیب با عسل و دارچین،
و ماست یونانی با انواع توت‌ها در برنامه غذایی خود کبد خود رو سالم نگه دارید. این میان وعده‌های سالم و قدرتمند مورد علاقه متخصصان و مناسب برای هر خانواده هستند. هوشمندانه میان وعده بخورید و به کبد خود حمایتی رو که شایسته اون هست هدیه بدید. سالم بمانید و مراقب خودتان باشید.